از همین الان شروع شد. سلام علیکم، خیلی مخلصم. قرار امروز کنار رفیقامون یه بازی خفن به نام کودتا انجام بدیم که بهتون توضیح قرار بدم که چه فرمول و چه حرکتایی باید انجام بدیم که بریم جلو. حالا کسی که نفر اول بشه 10 میلیون جایزه میبره. من خودم میخوام تو این کلیپ با بچه‌ها بازی کنم. گفتم کنار بشینم حوصله‌ام سر میره دیگه، بشینم با بچه‌ها بازی کنم. امیدوارم حق به حقدار برسه. امیدوارم خودم برنده شم، از این جیب به این جیب بشه. خیلی مخلصم. بریم واسه معرفی کردن بچه‌ها. بفرمایید. پنج کارت شخصیت بزرگزاده، آدمکش، فرمانده، سفیر و شاهدوخت. از هر کدام 3 کارت 50 سکه. در بازی کودتا یک نفر به عنوان شروع کننده بازی انتخاب شده و بازی را شروع می‌کند. هر بازیکن می‌تواند در نوبت خود یکی از اقداماتی که در ادامه بیان می‌کنیم انجام دهد. برای انجام هر یک از اقدامات زیر نیاز به شرایط خاصی ندارد و هر بازیکن می‌تواند یکی از 3 کار را در نوبت خود انجام دهد. کسب درآمد: 1 سکه از خزانه بگیرید. کمک خارجی: 2 سکه از خزانه بردارید. کودتا: 7 سکه بپردازید و علیه یک بازیکن کودتا کنید. آن بازیکن مجبور می شود تا یکی از کارت‌های خود را بسوزاند. اگر 10 سکه یا بیشتر دارید باید حتما کودتا کنید. استفاده از قدرت شخصیت‌ها: شما می توانید با توجه به قدرت شخصیت‌ها یک کارت جدید را انجام دهید. اگر شما قدرت یکی از شخصیت‌ها را بخواهید استفاده کنید آن را اعلام می‌کنید. پس از اعلام شما به صورت ساعتگرد بازیکنان یک به یک می توانند به شما اجازه بدهند که از قدرت شخصیت استفاده کنید یا شما را به چالش بکشند. در صورتی که هیچ یک از بازیکنان شما را به چالش نکشند شما می توانید از آن قدرت شخصیتی که اعلام کردید استفاده کنید. اما اگر به چالش کشیده شوید باید کارت شخصیت انتخابیتان را از دست خود نشان دهید. اگر دروغ گفته باشید باید یک کارت خود را بسوزانید، اما اگر راست گفته باشید بازیکنی که شما را به چالش کشیده است باید یک کارت خود را بسوزاند. نکته مهم: اگر شما راست گفته باشید از قدرت شخصیتتان استفاده می‌کنید. سپس کارت آن شخصیت را که به همه نشان دادید به کارت‌های وسط بازی اضافه می‌کنید و دست کارت‌ها را بر می‌زنید. سپس یک کارت برمی‌دارید تا تعداد کارت‌های دستتان همچنان 2 باشد. در آخر بازیکنی برنده است که کارت تمام بازیکنان را بسوزاند. خب با اجازهتون از من شروع بشه، ساعتگرد بچرخه. اوکی شما؟ خب من فرمانده‌ام، از شما 2 تا میخوام سکه باج بگیرم. اجازه است؟ من فرمانده‌ام نمیذارم. فرمانده ای؟ باید. آقا مهدی شما. من یه دونه سکه منم یه دونه سکه بذارم. من فرمانده‌ام، از شما 2 تا سکه میخوام. من خودم فرمانده‌ام اجازه نمیده. بعدی. خب بهترین گزینه‌ای که یه دونه من بزرگزادم 3 تا برمی‌دارم. من بزرگزادم نمیذارم برداری. من برمی‌دارم. نه من بزرگزادم نمیذارم برداری. باشه. یه سکه برمی‌دارم. بفرمایید. این سکه دارم. من فرمانده‌ام آقا مرتضی، شما 2 تا سکه از شما میخوام لطفا. من فرمانده‌ام نمیذارم. من فرمانده‌ام. شما مطمئن فرمانده‌ای؟ بله. مطمئن فرمانده. بله. 2 تا سکه رو من بده. شما میتونین بهش بگین که بلوف میزنن یا نه؟ بلوف داری میزنی. من رو کنم دیگه. اگر رو کنن فرمانده باشه یکی از جونای شما میسوزه. خب بعد اگر یعنی میشه اگر ولی بلوف زده باشه ایشون جونش میسوزه. باش. رو کنم. رو کنید. بله درسته، فرمانده بودن. منم میتونم. نه شما اگه درستم گفته باشی مشکل نداره. یکی از جونای شما میسوزه. یکی از کارتاتون رو به من بدین لطفا. متشکرم. من بزرگزادم 3 تا برمی‌دارم. خانم محترم بذار سر جاش، من خودم بزرگزادم. بذار سر جاش. آفرین. من فرمانده‌ام 2 تا سکه از امین میخوام. من فرمانده‌ام نمیدم. بلوف داره میزنه. من نظرم اینه که داره. من به نظرم رو کن. بلوف داره میزنه. اول بازیه ولی اول بازیه ولش ریسک میکنم. ریسک میکنم. دریا بگو.
من بزرگ زدم 3 تا بر. خانم محترم دستتو بذار سر جاش. نفر بعدی. من سفیرم، میخوام کارتم عوض کنم. شما سفیر نیستی، من نمیخوام بجام کارتو عوض کنی. کارت همونو بیا بیرون، همون که گذاشتی. بیا بیرون. بیارش بیرون. خب سفیر نیستی. حق با شما. من فرماندم 2 تا سکه از پرستو میخوام. من خودم نمیذارم. بله. من خودم نمیذارم منظورش این بود که من خودم فرماندم نمیذارم. جدید اومده. اوکی. فرماندن. چرا فرماندن؟ ببرم. من 3 تا سکه میدم، شما رو میزنم. رو کنین اول آدم کشتون. بله یکی از جوناتون رو لطفاً. امین با یه تیر پریا رو زد. این خدمت شما. من اومدم عوض کنم، تو دست منو دیدی؟ بله. نه کجا دیدم؟ آره نه دیدی. اونجوری که تو اینجوری بودی. من سفیر دارم. من سفیر دارم. برو مرتضی. من سفیرم، میخوام کارتم عوض کنم. بلوف داری میزنی. سفیرم. پس عوض کن. نه از رو بردارین لطفا. این از رو بردارین. خب بابا تو بر خورده. بله نرو زیر آقا مرتضی. بفهم. خب من فرماندم از ماهده 2 تا سکه میخوام. من نمیدونم باید. چرا؟ من خودم فرماندم. بده. خودم فرماندم. میگو بلوف داره میزنی. بلوف داری میزنی. من این ریسک میکنم بلوف داری میزنی. فرمانده نیستم ولی سفیر هستم. بلوف میزنم. نه اول که فرمانده رو گفته بودیم بعد گفتین سفیر. آقا من بازرسم. میخوام کارت خانم پرستو چک کنم. بله میتونید. کارتاتون رو لطفا بدین نگاه کنم. جفتشو بله. میتونست بگی داری بلوف میزنی نذاره نگاه. کارتشو عوض کنم. یا میتونست برگرد بگی من خودم بازرسم نمیذارم نگاه کنی. کلک زدی؟ نه. شیطون. میتونم کارتشم عوض کنم درسته؟ میتونی عوض کنی. بده. ها دیدی دست پیش دروغ گفتی؟ نه با خودم عوض نمی‌کنم که. با بیرون. خب اینو عوض میکنیم. بفهمید. بچه‌ها هیجان بازی رو ببریم بالا. بفهمید شما. من بزرگ زدم میخوام دست شما رو چیزم ببخشید بازرسم. میخوام دست شما رو. من خودم بازرسم نمیذارم. بله. نمیشه. بفهمید. من فرماندم 2 تا سکه ازتون. من خودم فرماندم نمیذارم. بلوف میزنی. بله کاملا درست. این 2 تا سکه رو بدم که دیگه انشالله شر نشه. بعد وقت بفهمید شما. تا سکه من بده. من تو باز شروع کردی؟ شما چی؟ من فرماندم. فرمانده 2 تا سکه بدم. من خودم فرماندم نمیدم. بلوف داری میزنی. رو کن. فرمانده تو رو کن. اوه یکی از جوناتون سوخت. شما سفیره ها. نه این فرمانده است. فرمانده است. دیگه نوشته. ببخشید. سکتم میزنم. خب من به شما یه کارت اصلا میدم. نتیجه گیری رو میکنیم که ماهده سفیرم نداشتم. بفرمایید. سکه رو. من بزرگ زدم 3 تا سکه برم. من بزرگ زدم نمیذارم 3 تا سکه برم. هیچ کدومتون اصلا نمیتونید. بذارید. منم نمیذارم. حالا که اینجوری. خب بفرمایید. من بازرسم میخوام کارت شما رو ببینم. من خودم بازرسم نمیتونم. بلوف. بلوفه. اصلا حال نکن. بازرس هستن. شما کلا رفت. بچه‌ها به افتخار پریا دست بزنید. صحنه ما رو ترک کنن. بچه‌ها پریا رو از دست دادیم. من یه خیلی ریسکی بازی کرد. من یه دونه سکه بردارم که ان شاءالله جمع میشه. من 3 تا سکه میدم. یا خدا. این دوستمون رو میزنم. شما اگه شاهدخت داشته باشه نمیمیری. خیلی عالیه. داری؟ نه خیر. و میشه ببینم؟ بله. وای یه بار یه دست بزنه به افتخاره.
خب کارت آدمکش آقا مهدی چون رو شده میذاریم وسط کارتا، از بالا یه دونه کارت بهشون میدید. همینجا بازی از شما. من سفیر دارم میخوام کارت عوض کنم. من نمیذارم چون من مطمئنم که شما دارین. من سفیر دارم. بله عوض کن خواهش نه دو تا من دارم یه دونهشو نگاه میکنم دیگه. ببین یه دونه وایس. خب من میذارم همینجا. بله خواهش بفرمایید. من بازرسم میخوام کارت خانم پرستو رو ببینم. باش. آقا دید، امین دید. امین دید. خود من موری ندیده. من چجوری دیدم؟ نه این اینجوری شد. این میشه نمیخواست دست اندازه. نمیخواست برای چیز استفاده کنی از اون فرصت، چون سالا یه بار دیده بود. کارش عوض نمی‌کنی؟ سالا اگه دوست داشته باشی میتونی عوض کنی. بله لطفاً ببخشید. من عوض کردم میتونم دیگه نمیتونم ببینم دیگه. علی 50 بار رو ببین. بفرمایید. من شاهزاده‌ام 3 تا سکه برداشتم. شاهزاده من بزرگزاده‌ام 3 تا سکه من بزرگزاده‌ام نمیذارم. دستش بشکنه ان شاء الله. بذار سرجاش. بذار بزرگزاده بذار. صبر کن ببینم. بلوف داره میزنه. بزرگزاده ای تو؟ بذار آقا بذار. به خدا بلوفه. با بلوف ریکس کن. خدا لعنتت بلوف کنه. بگی. من بزرگزاده‌ام. من بزرگزاده‌ام نمیذارم. صبر کن بذار سر جاش. من نمیذارم. سر جاش منم نمیذارم. من نمیذارم. من نمیذارم. بسته بودی. بذار سر جاش. شما میخوای بزرگزاده. بلوف هم بگی. آره بزرگزاده‌ام. بلوفتو میگیرم. کارتتو ببینم. اینا رو میذارم. اینا رو میذارم. سودشو میگیرم. بله بلوف زد. بچه‌ها بلوف سالار هم بگیرید. با اینکه ما ولی بازیگری ولی جلو گرفتم. با اینکه انفرادی داریم بازی میکنیم ولی دخترا رو داریم حذف میکنیم. من سفیرم میخوام کارتامو عوض کنم. کسی مشکل نداره؟ نه عوض کسی نمیگه داره دروغ میگه؟ سکه ها دست نزنه ولی عوض کنه. 2 تا بدید لطفا. بیا بلوفو نگرفت داره 2 تا میخواد. کوچیک زاده رو بردار. بفرمایید. سفیرم میخوام کارتم عوض بس کنم. دیگه چقدر سفیر داریم اینجا؟ بابا من یکی دید تازه کارتشو. عوض کردم اینا. جابجاش کردم. بفرمایید. بفرمایید. من فرماندم 2 تا سکه میخوام. به نظرم سالار بده بهش. داره زهرش سالار میریزه. بده سالار. آخه این مشکل چیه؟ ما بسته بودیم. چرا؟ چون فرماندم اصلا مشکل نه، من که 3 تا باج گرفته بودم 2 تاشو میدم. خب مرتضی یادم یا رفت اول گفتیم مرتضی بعد معلومه یه سکه چقدر موثری تو فرنوس یه دونه کارت داره نه؟ آره. من فرماندم 2 تا سکه میخوام ازت. مرسی آقا. من فرماندم نمیدم. باش. من فرماندم 2 تا سکه میخوام ازت. من فرماندم نمیذارم. من فرماندم. داری بلوف میزنی. مطمئنی؟ بله. میری بیرون ها. تو میری بیرون. مطمئنی؟ رو کن. تو اگه فرمانده بودی که اصلا بفهم رو کن. بچه‌ها. من یه جونمو میسوزونم ولی به این سکه نمیدم. واقعا نه دیگه باید بدی دیگه. نه دیگه نه به این شما. نه تو باید بدی. من سکه ها رو می‌خواستم بگیرم تو اصلا به قرآن باید بدی. محترم فرمانده بود. میره بین کارتا خدا لعنتتون. قربونت برم. این کارت بهش میدم. بفهم. اینو دوست ندارم میشه عوضش کنی. نه. من بازرسم میخوام کارت سالار رو چک کنم. من بازرسم نمیذارم. بلوف داره میزنه. بلوف میزنه سالار. بلوف میزنه. بله. مرتضی جان خدا یارو نگهدار. ولی الان بازرس رو بذار عوض کن. آره بازرس باید رو کرد. بابا فرمانده خون. مرتضی که توناشو از دست میده. بازرس بزرگزادش که بالا. این خدمت. اون 2 تا بده من خودم میخوام انتخاب کنم. نه دیگه. نه اون سفیره. بفرمایید. کلک این. من بزرگزادم دیگه واقعا 3 تا برمی‌دارم. من بزرگزادم نمیذارم. بگو بلوفه. تو بزرگزاده این یه دونه کارت. بگو بلوفه. بگو. یه جون داره میره بیرون. بولم نکن سر. از چی میترسی؟ من یه جون دارم. بس بگو بلوفی. بلوفه. بلوفه. میگم بگو بلوفه. دارم میگه یه جون دارم. یه جون داره میره بیرون. بگو دیگه. اصلا چیکار داری من این سکه رو میذارم سری؟
بگو بلوفه دیگه. نمیگم با اون مارمولک با اون یه دونه من میدونم میخواد. خب من بازرسم، میخوام کارت خانم فرنوشو ببینم. مگر بازرسش رو عوض نکرد؟ به نظرم داره بلوف میزنه. شما خواهم تو نوبت شما؟ نه کارتو ببینم. چه بلوفش نگرفتی؟ یه دونه کارتشون برای سوخت ماده. بلوف میزنی. من برای بردم برای دو بلوفه. کارتو ببینم خانم. نه بلوف میزنی. من بازرس بودم. سالار با کارت بازرسش فرنوشم حذف کرد. میزنم وسط کارتا، از رو یه کارت به سالار حذف کن میدم. بازی از مائده شروع میشه. من فرمانده‌ام 2 تا سکه ازت میخوام. بابا چرا اینجوری می‌کنی بابا؟ داری بلوف بزن. اعتماد کن. داری چی؟ سالار به تو حق داری. بزرگ زدم 3 تا برم. بذار سر جاش بزرگ زدم. خودم بذار سر جاش. داره بلوف میزنه. بذار سر داره جاش. بلوف یه کارت میزنه. داری. نه تو به من اعتماد کن، داره بلوف میزنه. تو سکتو بردار بگو داره بلوف میزنه. من یه دونه دارم. بگو بلوف میزنه. من بزرگ زدم خانم، بذار سر جاش. بزرگ زده ای؟ داره میخنده. نه داره میخنده. بذار باشه نه این خیلی داره چیز میخوره. نه برمیدارم. بلوف میزنه. بلوف داری میزنه. بلوف نه آره. نداره. بچه شاید باورتون نشه بزرگ زدم. وای سالار با بزرگ زاده پرستو رو عرض کرد. بچه دقت کردین دخترها کلا حذف شده، پسرها ولی خب بازی از من شروع میشه. من بازرسم، میخوام کارتای امینو بازرسی کنم. یه دقیقه وایسا. مطمئنی بازرسی؟ 10 دقیقه هم وایسی اون بازرسیت میکنه، خیالت راحت بشه. کدوم دوست داری بازرسی کنی؟ جفتش هم باید نگاه کنم. یه دونه شو دیگه، چرا قانونا رو جفتشو باید بازرسی دستتو میخواد دستتو بکش. ابله ماشاءالله عوضی. این دستت بود؟ من فرمانده اون 2 تا سکه‌تو میخوام. برای منم من سفیر دارم باج نمیدم. سفیر نداری؟ من سفیر دارم باج نمیدم. سفیر شاید داشته باشه. داشت من همون یه دونه سکه‌مو برداشتم. همین بازی کن. خب من سفیر دارم، میخوام کارتم عوض کنم. بفرمایید. شما نمیخواید بگی من نه سفیر؟ دیگه. خب یه 2 تا همین داریم. امیدوارم که سفیر رو داده باشی. یه دقیقه بعد افتاد یه بار دیگه. نه خیر نمیشه. نه خیر. بفرمایید. من یه موضوع برم. بفرمایید. خب چی؟ من فرماندم 2 تا سکه بهم بده. خودم فرماندم. بلوف داره میزنه. آقا برو بلوف میزنه، چهارمیشم حذف میکنه. بلوفشو بگی. برو بلوفشو بگی بابا 2 تایی من نمیذارم تو از چی. من نمیذارم برو. بلوفشو بگی. من فرماندم 2 تا سکه بده بهما. بده به ما. مگه هرچی سنگین تر بلوف بلوف میزنی. بلوفه. خب بلوف میزنی. بلوفه اصلا از صورتش بله یکی از جونای امیر رو میگیره ماهر. همه اشکال توی چی تو درست گفت. فرمانده بود و آقا من سفیرم، اینو عوضش کن. سفیر نیستی. سفیر نیستی. من سفیرم. سفیر نیستی. خب داره میگه بلوف میزنه. داری بلوف میزنی. رو کن. امین کثافت. بده من یکی از جونات رفت. بده. آقا یه دقیقه استاپ. خب این خدمت شما. این چه کاری بود من کردم؟ بذار کارشو عوض کنی. شما داشتی بازی می‌کردی؟ شما بفهم. جو منم؟ بله. قرآن نکن. بازرسم، میخوام کارت امیر رو ببینم. امیر جان بفرمایید. اگه بازرس باشی میتونی نذاری نگاه کنه. یا هم که میتونیم بگیم بلوف میزنه یا باید نه ما بلوف چی میزنه این مستری هم بگیر نگاه کن. به کسی نگی ها. بفرمایید. خیال راحت شد. خب چی بود؟ خودت بگو. من بزرگ زادم میخوام 3 تا از وسط سکه بردارم. کسی بزرگ زاده است بخواد جلوی منو بگیره؟ بله. شما
مهدی تو که همینجوری جمع کردی اون دیگه بردادی. من فرماندم 2 تا سکه از سالار. من سفیرم نمیدم. بلوف داری میزنی. آقا مهدی وای وای چیکار داری؟ سالار چرا همه چیکار داری؟ سالار این کارتو ایرمو بده من. این کارتش چون رو شده باید بره وسط کارتا. اینکه آقا مهدی یه جونشو از دست داد. امین بفرما. امین بچه‌ها حواستون به امین باشه. هر چی میخواد از تو دستش در میاد. کت جادویی داره. من میخوام راه آقا مهدی رو ادامه بدم. 2 تا سکه ازت میگیرم. فرماندم 2 تا سکه ازت میگیرم. فرمانده مشکلی نداره 2 تا بهت بدم. آفرین الان بهت یه دقیقه وایسا. همین بعد ما داداشیم حالا. یه دونه برداشتی و الان میگیریم ازت. چه دونه؟ اینا رو میخوای بذاری بانک سودشو؟ نه برای شما دارم جمع امیر جان می‌کنم به فرمانده. من بزرگزادم 3 تا سکه برام. بذار سر جاش من بزرگزادم. خدا به هر کدومتون برام. من بزرگزادم بذار سر جاش. یه بار بلوف سالار رو بگیر. چرا اینقدر درگیر جمع کردن؟ اینجا رو بگیر. امیر نترس. داداش من بزرگزادم. امیر ریسکیه. سالار داشتی؟ همین نزن. آقا بزرگزاده مرتضی نزن. ببخشید. الان سالار تو بزرگزاده نمیذاری. دیگه کس دیگه نمیتونه نظر بده دیگه پس. بلوفشو بگی. بلوف دیگه. بگی. این همه رو هست کرده راست. اینجا میشد گرفام. نمیخوام. بلوف. بزرگزاده آقا ولش کن ریسک میکنم. من بزرگزادم. آفرین. بلوف میزنی. بزرگزاده افتخار امیر دست بزنی. مرتضی پشت منتظر بودم دم بچه‌م وایسه. چیکار داری می‌کنی تو؟ صندلیتم ببر. چرا این دست آقا کپی واقعا داره؟ دست جادویی سالار همه رو حیرت زده کرد. هر کی میگه داره. سکه حرومت کنم آقا امیر. بزرگزاده بازرسم میخوام کارتتو چک کنم. کارت امینو. مطمئنی بازرسی؟ بله. بازرسی. میتونی کارتم عوض کنی دارن دلتون بخوام. خب عوض کنید اینو دیگه. مرتضی من بازرسم میخوام کارتتو چک کنم. خب تابلو یه کارت بله میخوام چک کنم. ولی من بازرسم نمیذارم. داری بلوف میزنی. یه چکش. خیلی عوضی. بفهم. آمد بفهم. من بزرگزادم 3 تا سکه وسط. نمیخواد آقا من خودم بزرگزادم بدم. من بزرگزادم آقا. بلوف داری میزنی. یعنی من بزرگزاده. ای وای آقا مهدی هست شد به افتخار دست بزن. سالار داره چیکار میکنه؟ مرسی. سالار داره کولاک میکنه. از امین بازی شروع میشه. من فرماندم 2 تا سکه ازت میگیرم. فرمانده بیا عزیزم. باریکلا باریکلا. چند تا داریم؟ فقط لطفا بزنین رو میز. نه دیگه لطفا. چند تا؟ 6 تا. برو. کودتا بخواد کنی. من فرمانده از خانم ماهده 2 تا سکه میخوام. فرمانده من سفیرم نمیدم. مطمئن سفیری؟ بله. سفیرم. بگو خودم. خب من بازرسم میخوام کارت امیر رو ببینم. مطمئنی بازرسی؟ شاید نباشه. اگه میخوای شیشمی باشی بری. با این لایک نکن. آقا من نمیزنم کارتمو. من نمیزنم کارتمو ببینی. بلوفه؟ بلوفه. اوکی. یه دقیقه خدا بزنید. خدا به افتخار امینم یه دست بزنید. این داشت میکرد رفت منو بکشه. برو. گفتم انتقامتو میگیرم. ماهده حواست به سالار باشه همه رو داره حذف میکنه. بفرمایید بازی از شما شروع میشه. من یه دونه سکه برام داشت. من بازرسم میخوام کارتتون رو نگاه کنم. کارت منو؟ بله. شما بازرس؟ من نیدی سری قبلی آقا. بازم میخوام اصلا نزایده که همونه. همونه؟ همونه. وای اصلا عوض نکردی؟ میشه عوض کنی بازرس یه میگم حالی مال بدی؟ بچه‌ها رو نگاه میکردم. بفهم. من بزرگزادم 3 تا سکه برمی‌دارم. سالار. نوش جون. خیلی مردی. به تو میرسی. قربونت بجام. خب من سفیرم میخوام کارتمو عوض کنم. بلوف داری میزنی که دوست داری عوض کنی. بله. ببین میدونستم بلوف میزنی چون ولی پشت دمی گفتم عوض کنی. حالی کردی حرف رو؟ نه. نه.
تمرکز داشت میکرد بچه. خب بفهمید شما این. منم؟ بله. من بازرسم میخوام کارتتو ببینم. مشکل نداره. جفتشو؟ جوک نوشته؟ میتونم کارتش رو عوض کنم؟ بله بده واقعا بده. اصلا اینجای بازی خیلی حساس شده. نه ما ندیدیم. بفهمید. میشه نگاه نکنید؟ اینو عوض میکنید لطفا. بله خواهش میکنم. بفهمید. تعویض نداره خانم. خب من بازرسم میخوام کارت مایده رو نگاه کنم. چشاتون چرا چپه اون من بازرسم. رونالدینیو میزنه. شما مطمئنی بازرسی؟ من بازرسم میخوام کارتاتون رو نگاه کنم. برای بار آخر دارم میپرسم. من بازرسم. بلوف میزنم رو کنم. نه خواهش میکنم. بفهمید. من میخوام کودتا کنم. یعنی چی؟ چند تا سکه داری؟ 6 7 بله. منو میخواد بزنه؟ سلطان این بازی رو میخوام بزنم. سالارو. مرسی. سالار جون. اینقدر خوب بچه‌ها مرتضی 7 تا سکه داد. 4 5 6 نه ناراحت نشو. 7 تا سکه داد به خزانه و یکی از جونای سالار رو گرفت. آره. یکیشو بده. شادوخ که نداری؟ نه بیا. ترسیدم شادوخ داشته. سالار جون ببخشید. نه آقا الان من یه جون دارم، مرتضی یه جون داره، سالار یه جون داره، مائده دو تا جون داره. یا حسین بریم بازی از سالار شروع میشه. بزرگزاده صاحب سر جاش. چند تا برداشتی چند تا برگردوندی؟ 3 تا برداشت 2 تا برگردون. صدی چند حساب می‌کنی؟ ببر. اوه شده 7 تا. اگه بخوای چک کنی باز همونا. من بازرسم میخوام دست شما رو نگاه کنم چون اینو دیدم دیگه. بفرمایید. بفرمایید شما. من فرماندم 2 تا سکه از خانم ماهده میخوام. من سفیرم نمیدم. حرفی داریم. بلوف داره میزنه مرتضی داره بلوف میزنه. والله که بلوف. الان برگشت به من به گوش بده قشنگ. به من گفت بازرسم نمیذارم. من نمیخوام تو از چی. برگشت به من گفت که من بازرسم نمیذارم چک کنی. آقا من گفتم سفیرم. من نگفتم فرمانده. من نظر میگم اگر این درست میگفت توضیح نمیداد. درست. این اگه تو درست میگفت توضیح نمیداد. نمیدم رو میکنم. بزن اینجا یه چشم نگاه کن یه چی. بزن اینجا همیشه رفاقتمون به باد میرم. بده من بلوفه. آقا حامد رو ایشونه رو کنیم بفرمایید. بابا کوچیک ماشی تو تا حالا کی تو رفاقت همیشه چکره داداش. ماشی بابا شما چی گفتیم بهش؟ اصلا یادم رفت. تکون ندین؟ ببخشید اینجا هم تکون داره میخوره. چی گفتین اصلا؟ حالا 2 تا سکه رو بده. فرمانده. 2 تا 2 تا سکه. نه دیگه کارتمو کشتی. نه 2 تا سکه میخواد شما ندادی الان بعد که زیادی میذاری کودتا میکنی. بده من. خواهش میکنم. من ولی به نفع خودت میخواستم کودتا کنم. چطور بود؟ خیلی مردی داداش. چطور بود؟ الان نوبت به جون مادرم دوست دارم. تو گفتی بخاطر مثل همیشه آقا تو بخواد منت بذاری بیایم براش. برو سالی. من حرف نمیزنم یه نه اینو برمی‌دارم. هم یه جونشو گرفتی هم می‌خواست کودتا کنه یکی از شما رو بزنه. عذر می‌خوام حالش هم گرفتم. من نمی‌خواستم. من می‌خواستم به نفع تو کودتا کنم. وای داره دروغ میگه. یعنی سلطانو بزنه؟ نه. بفهمید. بالاخره می‌خواستم که از شما ستا. من بازرسم می‌خوام چک کنم کارتتون رو. فهمم. چک اوت. خدمت شما. کارتشون رو عوض کنی. خدا خیرت بده چون اون کارت دیگه همه دیدن. مرسی. خب بند دستمو. یه سکه برم. من بزرگزادم 3 تا برمی‌دارم. من بزرگزادم نمیذارم برده. ببخشید نیستم اصلا. بابا نه بلوبا خیلی یا آخرا تابلو میشه اصلا. برو. کی 7 تا شد؟ نه داشتن دیگه بعد 4 تا داشتن 3 تا برداشتن دیگه. الان کارگری خورد جمع کرده. بچه‌ها رو یه دونه من بازرسم میخوام کارتتو ببینم. بازرسی؟ مشکلی نداره. دیگه تو جمع کرده ماهده. نوبت هم برسه فای من یقرل فاتم السلام.
خب بفهمید شما این آقا منم بله ببخشید من قانم یه سکه سلام من فرماندم 2 تا سکه بدم. مرتضی میخوای با 7 تا سکه بری بیرون یا اینکه داری بلوف میزنی؟ نه من فرماندم 2 تا سکه من تو بازی با کی؟ مافیاست من دارم آقا از رو بازی هم داره بلوف میزنه 2 تا سکه تو به من اعتماد داری؟ نه میگم شما که جون بازت چشات با میگم بلوفه کارت رو عوض کرد رسید نوبت خواهد بیا داداشی میگم به جون تو بلوفه قربونت تو نفهمید چه فهمید میخوای اینو بزنی داشت شما سکات بزرگ زادم 3 تا برمیدارم نوش جونه من بازرسم میخوام کارتتو الان دیدی خب عوض کردی نکردی؟ نه عوض عوض نکردی واسش یه دو سکه من میمونم داداشم آمد برو درسته چی کار داری میکنی مورید 6 تا بزنم من فرمانم 2 تا سکه من بلوف داره میزن داره بلوف میزنه پسر جون این میدونه تو میخوای بزنیش تو به من اعتماد نداری داری یا نداری؟ ندارم خیلی ببین یه چی بگم آخه من الان 2 تا بهم بدم 7 تا میشه منو میزنه خب نمیزنم چرا میزنم میگم نمیزنم تو بگو بلوفه به من اعتماد کن یه بار بد نیست دیدی به من اعتماد کرد من باج نگیر من یکی این دست بدم بیرون بیا با هم ببندیم خب میگم تو بده من تو رو نمیزنم کودتا آقا خب یه دقیقه گوش کن تو هم من باج نگیر من الان یکی رو بزنم من تو با هم دست بدیم مرد و مردونه برو درست نمیدم آقا من 8 تا سکه دارم مرتضی رو میزنم مرد و مردونه من سفیرم بیرون نمیرم چه ربطی داره دیگه داره آقا بیا 6 کثافتکاری از همین بازی گم مرد و مرد اینا در نیار از ادیه بهت میگم این فرمانده نیست تو به من اعتماد نکردی آشقا کردم الان انداختمش بیرون دیدی بهت گفتم هفتمی هم هست گفتم داره بلوف میزنه 20 تا مار کوبرا دورو برم جمع کردم آقا با اجازه افتخار مرتضی دست بزنی مرسی به نظرم فینال تقریبا از این ور از دخترها مائده مونده از این ور سالار مونده سالار تقریبا میشه گفت که 7 8 نفر رو حذف کرد حالا باید تو ادیت در بیاریم عکساشون رو بغل ابدیه بذاریم اینایی که ترکیدن و اینکه نفر یه دونه کارت هم بیشتر نداریم یعنی یه جون من 3 تا سکه دارم یه دونه سکه سالار داره شما چند تا دارین پنهون کردین 1 2 3 4 5 6 تولد کردی 5 تا بود من دیدم 5 تا بود وجدانم 5 تا بود دروغ نده از کجا برداشتم سکه اونجا خب حالا یه چی بهتون کی میگم خم مرتضی شدم؟ که هست شد سر کار خودش بود سلطانو میزنم دیگه سلطان نمیدی نباید اعتماد کنید تو این روزا به هیچ کس اعتماد نکنید بریم بازی از سالار شروع میشه آره مرتضی داشت بازی میکرد نه آره دیگه آره نه سالار تو کشتیش از مائده شروع میشه بفهم من بازرسم میخوام کارت شما من بازرسم نمیذارم بلوف میزنه به نظرت آقا حامد من بازرسم میخوام کارت شما رو من بازرسم نمیذارم اگه بلوف میزنه بگو رو کنه رو کنم بلوف میزنی رو کنم مائده هم تموم شد افتخار مائده ما دست سالار شانس آوردی شانس آوردی من موندم و یه خزانه پر از پول با سالار عزیز به تو میرس ملوگریم من واقعا متاسفم بلوف نمیزدم چون کارتم رو شده یه کارت پر میدارم نگاه میکنم سالار من دستمو دیدم تو هم دست تو دیدی دیگه چی داری اوکی بازی از من شروع میشه نه شما الان هست کردی از من شروع بفرمایید من بزرگزادم 3 تا دارم من بزرگزادم نمیذارم نه خوش بیا سالار من سفیرم کارتمو عوض میکنم نه بزرگزاده نم نظرت چیه؟ عوض کنم عوض کنم بهتر خب من بزرگزادم 3 تا برم من بزرگزادم نمیذارم یعنی
دست قبل عین دست قبل. بیادش من سفیر دارم عوض کن این سری واقعا بزرگزاده عوض کنم. خب برو دیگه عوض کردم دیگه. من بزرگزادم. نوش جونه. ببین جمله سنگین نمیخوام بگم. ارزشمندترین چیز رفاقت. آدم باید قدر رفیقش رو بدونه. ما بازی کردیم و برد و باخت اصلا مهم نیست. من آدم کشم 3 تا سکه میدم رفیقمو میکشم. اگه شادوخ داری زنده میمونی، نداشته باشی شادوخ دارم و خدا یارو نگهدارت. نفر آخرم حذف کردم. رو کن. نه سالار باخت ولی خب توی واقعا این تورنمنت واقعا چیز داشت، بزرگزاده داشت. توی این تورنمنت ترکون همه رو حذف کرد و نفر اول من نشدم، در واقع سالار شد. به افتخار سالارم دست بزنیم. اولی بزرگزاده نبود نه؟ اولی سفیر بود. اومدم عوض کردم باز سفیر رو دستم. من فکر کنم زیاد دروغ بلد نیستم بگم، ولی خب بازی کودتا برگرفته از بلوفاییه که باید بلد باشی. هم بلوف حریف رو بگیری، هم خودت خوب بلوف بزنی. برنده شدم و جایزه از خونه بیرون نرم. میگم دوست داشتم بچه‌ها برنده شن، جایزه بهشون بدم، ولی از این جیب به اون جیب شد. ولی تک تک بچه‌ها قهرمان این ویدیو ما هستن. به افتخار خودتون یه دست بزنید. مرسی. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید. ممنونم. ما زندگیمون رو سر مردونگی دادیم رفت. ما بازی رو به سابگینت باختیم. به سابگینت و معاون سابگینت. ببین من در حق مرتضی بازی کردم ولی خانم امیدی من با شما بسته بودم. با شما بسته با من بسته من تو بازی با کسی نمی‌کردم. با اینا بسته بودی. تویی که بستی ما بازی کردیم. تو با مرتضی بستی دست دادی. ولی میگی هیچ کس نتوانست دوستی و رفاقت را معنی کند جز گذر زمان و سختی روزگار. نذاشتیم دختران ببرن.